سلام، مهدی خسروی هستم از فارسمستر.com و با قسمت پنجم و آخرین قسمت از سری 5 قسمتی آموزش کار با گوگل فرمز در خدمت شما هستم. بعد از اینکه اون لینک رو در قسمت قبل ما از گوگل فرمز خودمون گرفتیم و بین مخاطبهای خودمون پخش کردیم، حالا نوبت به این میرسه بریم و ببینیم که چند نفر از مخاطبهامون اون فرم رو پر کردن و یک آماری از درصد کسایی که اون فرم رو پر کردن داشته باشیم. واسه این کار ما دوباره میریم توی همون بخش مدیریت فرم های خودمون در آدرس forms.google.com و اینجا روی اون فرمی که میخوایم اطلاعات مربوط بهش رو بدونیم یک کلیک میکنیم که میتونیم اینجا چندین فرم داشته باشیم و روی اونها مدیریت کنیم. این فرم اصلی من هست که به صورت تستی توی این دوره ساختمش. اون رو باز میکنم و میبینیم که در قسمت ریسپانس همون قسمت هایی هست که واسه ما پاسخ های فرممون قرار گرفته و یک عدد یک اینجا نوشته شده و به این معنا هست که یک نفر این فرم رو پر کرده و اون یک نفر دقیقا خود ما بودیم که اینجا به صورت تستی اون کار رو انجام دادیم. میرم توی قسمت ریسپانس و از اینجا بخش سامری رو انتخاب میکنم اگه انتخاب نشده و اینجا به صورت یک صفحه گرافیکی خیلی زیبا و ساده و به صورت نموداری به ما نشون میده که مخاطب های ما چه کسانی هستن و ما میتونیم یک آمار خیلی خیلی خوب روی اینها داشته باشیم. من الان یک لحظه این ویدئو رو پاز میکنم و میرم و با یک سیستم کامپیوتری دیگه یک فرم همین فرم رو یک بار دیگه پر میکنم تا ببینید که اطلاعات چقدر به صورت زیبا اینجا واسه ما لیست میشن. خب من رفتم با یک سیستم کامپیوتری دیگه یک فرم رو پر کردم و ببینید الان اگه بیام توی این قسمت واسه من نوشته که ریسپانس 2 و به این معنی هست که 2 نفر این فرم رو تا حالا پر کردن. میام اینجا در این قسمت واسه من اسم کاربر نوشته یه مهدی خسروی بود که همینجا وارد کردم، یه کاربر تستی که با اون سیستم وارد کردم. من جنسیت رو همینجا که وارد کردم آقا بود و توی اون تستی که برای بار دوم انجام دادم خانم رو انتخاب کردم و همینطور توی این تست دوم زبان فرانسوی رو انتخاب کردم که میگه فارسی 1 بار، انگلیسی 1 بار و فرانسوی هم 1 بار واسه ما انتخاب شده و از اینجا میتونم خیلی زیبا و به صورت گرافیکی روی آمار کسانی که این فرم رو پر کردن دسترسی داشته باشم و بفهمم که اطلاعاتی که کاربرا واسه من توی اون فرم پر کردن چه چیزهایی هستن. یک نکته بسیار بسیار مهم که من قصد داشتم اینجا به شما بگم این بود که وقتی شما توی قسمت تنظیمات این تیک رو میزنید و فقط کاربر رو محدود میکنید که یک بار اون فرم رو پر بکنه، کاربر فقط زمانی میتونه فرم رو پر بکنه که وارد حساب خودش در گوگل شده باشه. این پایین هم واسه ما نوشته که وقتی یک کاربر بخواد فرم رو پر کنه مجبور هست که ساین این کنه به حساب گوگل خودش. پس حتما حواستون باشه که این تیک رو وردارید. ممکنه که باعث بشه این فرم توسط کاربرها چند بار پر بشه و میتونید از اونها بخواید که فرم رو فقط یه بار پر کنن، ولی اگه این تیک رو زده باشید ممکنه که یکی از مخاطبهای شما توی گوگل حساب نداشته باشه و پر کردن این فرم واسش اگر حساب نداشته باشه این فرم واسش بلاک میشه و نمیتونه این دیگه این فرم رو پر بکنه. پس حتما حواستون باشه که این تیک رو وردارید و بعد روی سیو کلیک کنید. این باعث میشه که فرم شما واسه همه کاربرا، چه اونایی که حساب گوگل دارن چه اونایی که ندارن، پر کردنش آزاد باشه و همه بتونن از این فرم استفاده بکنن. پس این نکته خیلی مهمی بود که از آموزش قبل جا موند و راجع به دریافت اطلاعات کاربرا و دیدن نتیجه فرم ها میتونید از همون بخش مدیریت فرم ها اون فرم خودتون رو انتخاب بکنید و بیاید از قسمت ریسپانس همه اون اطلاعاتی که کاربرا واسه شما وارد کردن رو ببینید و یک اطلاعات آماری خیلی خوب از اونها دریافت بکنید. خیلی ممنون که در این 5 قسمت با من همراه بودید و آموزش های دیگر رو از فارسمستر.com فراموش نکنید.